اگه زیر 18 سالته این ویدیو رو نبینم. وطنی بود ها. هلو مای فرندز، خیلی خوش اومدید با یه ویدیوی زیبای دیگه با ریاکشن رو لب. سعی کن وقتی که این ویدیو رو میبینی خودتو کنترل کنی. میتونی؟ باجی میریزی نمیشه، یعنی چی میزنه بالا. اگه میخوای لبهای جذاب رو ببینی حتما تا انتهای ویدیو همراه من باش. و اگه تازه وارد چنل ما شدی یادت نره دکمه حسابو بزنی، زنگوله رو بزنی، کامنت بذاری، لایک کنی. آقا ما اینجا زحمت کشیدیم، نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. والا به خدا خیلی دوستت دارم. بریم ویدیو رو ببینیم. آجی سینگل ها این ویدیو رو نبینم. مشکل داریم. آقا سینگل ها این ویدیو رو نبینم خداشا. این قلب من ترکید. خب به انا خدایا به سینگل ها صبر بده. آجی چقدر قشنگ میمکید. نه خدایی خوشت اومده. خیلی خوب میمکنید. اگه زیر 18 سالته این ویدیو رو نبینم. خیلی خوب میمکنید راشیو. بعدیو ببینید. وی نون بیارم برات. بانون بخور، بانون بخور. قشنگه. الحق فشاری شدم من دیگه، تحمل ندارم. قربونت بشم. واقعیه یا کیکه؟ واقعیه یا کیکه؟ واقعی بود، کیک نیست. درست گفتم. آقا نون بیارم. از چه وضعشه این خدا؟ مگه هیچ قشنگ میکنه؟ نه اونجا اینطور اومد یه جا دیگه. این با لذت پر شهوت. زشت شد. آه نه باید با شهوت داشتی. زر نزن، یه زر مف نزن. زر مف نزن. شهوت دروغه؟ نه راسته. شهوت داشت. والا بخور. بعدی رو ببین، بعدی ببین. تا اینجا اوکی بود. تا اینجا اوکی بود. همه چی نرمال بود یا نه؟ اگه نرمالی بگو نرماله. بعدی رو ببین. دوستان چه پوزیشنی؟ من فکر کردم پوزیشن رو فقط موقع چی اجرا میکنم. آجی این زبونشو در ورده اینطوری. زبون من زبونش گندم، من پهنه. خب طرف داشت چی میکرد پرشتی. ساندویچ میخوای بخوری؟ اینا چیه هستن؟ چیه این؟ چیه این؟ من پوکیدم. چیه وضعشه این؟ یه دقیقه سکوت به احترام سینگل ها. That's the wrong number. اوکی تا اینجا هم اوکی. نرمالی سر حالی رو برشتی. و اگه اوکی بعدی رو ببین. امیدوارم تا آخر ویدیو اوکی باشی، هیچ چیت نشده باشه. حالا حساب کن مثلا ساعت 1:30 12 چرا بعد 12 شبه داری این ویدیو رو میبینی.
میگه ای فوش نده به من خدا عوض کردی باش. سینگلی هر کی سینگله زیر این ویدیو کامنت بذاره با هم دیگه آشنا بشید که من باعث امر خیر بشم دیگه. دوستدار شما محمد. باز همون دیوسه که من همون مردم زنه رو نمیدونم ولی مرد خودشه چطور مک میزد. این وضعیت درست نیست آقا. چه اشوه میاد، چه حالا به نظر شما بعد اینکه این ویدیو رکورد کردن اینا بعدش چه اتفاقی بینشون پیش اومد؟ رفتن سینما، رفتن مثلا خوابیدن، رفتن با هم غذا خوردن. نمیشه مثبت باشی. رابطه جنسی مقدسه. میشه؟ نمیشه. شق نکن، شق درد میگیری. مردی خاک تو سرت. ولی یه چی جور کن برا خودت. والا با خدا. آقا این فکر کنم وطنیه. خب بعد نمیدونم دیگه حتما خودشون ویدیو رو پخش کردن. امیدوارم هر جا که هستم به خاطر این ویدیو هیچ آسیبی بهشون نرسیده باشه، تندرست باشن. من کچل بدبخت با یک کله تخم مرغی دیگه اینا رو میبینم لذت میبرم. امیدوارم حالشون خوب باشه. بریم ویدیو ادامه شو. دیگه من فکر نمی کردم اینقدر به اینجا برسیم. خدایی من هشتگ میذارم این تلفن چی ببین وطنی بود ها. خیلی این برگام ریختی. من والایی دارم میگم من موندم. این چیز خوبی بود دور از شوخی. خدای ما به کجا داریم میرسیم؟ یه سریا مخالفن، یه سریا فلانن، موافقن، نمیدونم جریان چیه. ما یه عده گاویم که یاد نگرفتیم نباید تو زندگی هم دخالت کنیم. ولی خب حرکت بدی بود. حرکتش خیلی بد بود. چرا ویدیو رو پخش می‌کنه؟ حالا شاید خودش ویدیو رو پخش می‌کنه. چقدر خود درگیری. به تو چه؟ ویدیو تو ببین، ریاکشن تو برو، زیر مفت نزن دیگه. نمیدونم چرا باید چقدر گاهم، چقدر خود درگیرم. آقا خود درگیر نباشید تو زندگی. خیلی بده خدایی. خیلی آسیبه. چه ربطی داره الان من دارم راجع به خود درگیر حرف میزنم؟ چه ربطی داره؟ نه چه ربطی داره؟ کس خودی؟ نه حاجی این ویدیو رو صبح ببینید. صبح آبمون نمیاد. حتما این ویدیو رو صبح ببینید که هوس نکنید. خیلی اوضاع خیته. بعدی رو ببینیم انشالله که خیره. حاجی تو هم دلت خواست؟ نه خدایی تو هم هوس کردی؟ پتو رو بچسب بخواب. خوش به حال اونی که جفت یاره بغل زیده.
نفس بغلشه. باز همونا بودن، این لعبزی ها باز خودشون بودن. این ویدیو باز ما خودشون ضبط کردن. چقدر قشنگ میخورن، چقدر قشنگ میخورن. خفه شو بابا، خفه شو. حاجی چقدر زیبا، چقدر خیلی زیبا بود لامصبو. نه جدی میگم، جدی میگم. آقا لینک ویدیویی که اینجا برات میذارم برو حتما ببین و اگه تونستی به اعصاب خودت مسلط باشی یا آروم باشی بهت تبریک میگم، چون قطعا با این چیزایی که تو ویدیو میبینی و خواهی دید اعصابت به هم میریزه. من رد دادم سر این ویدیو، حتما برو ببینش. خوب میخوردن مسافر، دور از حد خوب زیبا زیبا. آجی نون بیارم بزن بهش، با نون بخور سیر بشی. 2 نونه بزن. گفتت بشه عوضی انترگاه پدر سگ. شیرم تو دمش. موچی خواب بودم. حالا به نظر شما بعد این ویدیو چه اتفاقی افتاد براشون؟ پا شدن غذا خوردن. خیلی زیبا بود. اشک از چشام در اومد. سینگل بمیری، سینگل بمیری دوست من. ولی خیلی خوب بود خدا وکیلی. اینم باز همون دیوس بود، همون دیوس بود. داشت چی میکرد باز ویدیو ما داشت. بابا یه چی دیگه جمع کن برا ما. از یه نفر میاری خیلی خوب میخوره. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذتش رو برده باشی و اگه تازه وارد چنل ما میشی خیلی خوشحال میشم که به ما ملحق بشی که چالش و جنجال با هم دیگه سمای رو مرور کنیم. خدا شاهده. حتما زنگوله رو هم بزن بعدش. سوال امروز اون چیه که چشاتو باز کنی دیگه نمیبینیش؟ برترین کامنت پین میشه.